سلام دوستان گرامی هواداران زبان‌های خارجی. Hello dear friends, hello dear brothers and sisters. Welcome to our channel. درس 42 است از سلسله درس‌های زبان انگلیسی از کتاب New Grammar Time 1. یعنی این کتابی که ما خواندیم نامش New Grammar Time 1 هست که در اینجا نوشتگیش هستیم. خب در این درس درباره present continuous صحبت خواهیم کرد و آغاز میکنیم. I'm singing on TV. I'm singing on TV. I'm singing on TV. من سرود خوانده شدم در تلویزیون. Dave, you aren't playing basketball. You are singing. خب تو دیو تو بسکتبال بازی نداری، تو دوخته شده، یعنی دوختن میدوزد. خب we are dancing ما رقص کرده شدیم. توتی میگه و برین قطعی دیو اینجا سپیناش خوردستن اسفناج. توتی میگه که they are eating spinach. Am I dreaming? Am I dreaming? یعنی که آنها اسفناج خوردستن. آیا من خواب دیدستم؟ یعنی توتی گفتیسته در خوابش بگفتیسته که من خواب دیدستم. البته خواب دیدستی بخیر که تیارشون میکنن. خب در اینجا توتی میگه we use the present continuous for something that is happening at this moment. میگه ما استفاده میبریم جمله های زمان حاضره دوامدار رو برای چیزهایی که حاضر در حال انجام یافتن هستن، یعنی حاضر شده هستن. مثلا خب جمله های خبری یا همون مثبت positive I am singing، یعنی که I am singing من سرود خوانده ایستاده‌ام حاضر. We are playing ما بازی کرده ایستاده‌ایم. You are یعنی که you're playing شکلی کوتاه شده است، فشرده است. You're playing شما بازی کرده هستین. They are playing آنها بازی کرده هستند. خب I am not singing من سرود نخوانده ایستاده‌ام، یعنی که I'm not playing من بازی نکرده ایستاده‌ام. We are not playing. You are not playing. They are not playing. یعنی I'm not playing من بازی نکرده استم. یعنی یک نفر میشود که با شکل مجازی هم استفاده کنیم. یک نفر میگه چی گفتید مثلا یعنی شوخی داری چی گفتید؟ I'm not playing من بازی نکرده استم. یعنی مقصد شوخی کردش، مقصد که شوخی نکرده استم. خب questions. Am I singing آیا من سرود خونده استم؟ Are we singing? Are you dancing? Are they dancing? یعنی آیا شما رقص کرده هستین؟ آیا آنها رقص کرده هستند؟ خب جواب های کوتاه Yes I am یعنی بله. No I'm not نه. Yes we are بله ما. یعنی No we aren't. No you aren't. No they are not. No they are not یعنی که No they're not. No they're not. خب در اینجا تمرین کار میکنیم. اینها رو پیش از ثبت نوار کار کردیم چون که نخواستیم وقتی زیادی شما رو بگیریم. خب اگر شما خواهش داشته باشین که بعضی اینها رو خودتون کار میکنین یا که همشون رو خودتون کار میکنین، در زیر نوار نویسین. ما برای شما اینها رو واگذار میکنیم تا که شما خودتون کار کنین اینها رو. خب این پاره جمله های خبری هستند. جمله های خبری یعنی از این خط این طرف دستی یعنی طرف دستی راست. خب راست و این طرف چپ. خب طرف راست یعنی مثبت هستند جمله های مثبت، طرف دستی چپ جمله های بگیم که انکاری منفی. خب کلمه read I am reading a book من کتاب خوانده هستم. کلمه watch I am not watching TV من تلویزیون تماشا ندارم. Do we are doing our homework ما وظیفه خانگیمون رو انجام داده هستیم. خب play we aren't playing basketball ما بسکتبال بازی نداریم. We aren't playing basketball ما بسکتبال بازی نداریم. خب eat they are eating ice cream اونها بگیم که یخموز خورده هستند. They aren't drinking
orange juice. اونها شربت اپلسین یا افلسون نخورده هستند. ننوشیده هستند. talk you are talking to your friend. تو با دوستت صحبت داری، گپ زده هستی. You aren't listening to me. تو با من گوش نداده ایستاده. یعنی مثلا در یگان صحبت همراه یک صحبت کسی و مثلا با تلفن گپ زده است یا که هوش با تلفن است یا که به هر طرف نگاه داره، میگم که you are listening to me. You are listening to me. You are listening to me. You are not listening to me. You aren't listening to me. You aren't listening to me. خب fly. You are flying. You are flying. You are flying to پرواز کرده استی. تو پرواز کرده استی. خب walk. You are not walking. You are not walking. You are not walking یعنی تو قدم نزده ایستاده. walk قدم زدن، پیاده به یک جای رفتن. تمرین رقم 2. What's happening now? حاضر چی کارها انجام شده است؟ یعنی چی کار شده است؟ چی گپ شده است؟ چی گپ شده است؟ چی کار رخ داده است؟ حاضر چی رخ داده است؟ Write true answers. یعنی جواب درست را بنویس. جواب درست را بنویس. Are we studying English? Are we studying English? Are we studying English? آیا ما حاضر انگلیسی خوانده هستیم؟ خب طبیعیه که کسی که این ویدیو رو تماشا دارد میگه که بله ما انگلیسی خوانده هستیم. Yes we are. Yes we are. Are you wearing a shirt? Are you wearing a shirt? آیا تو پیراهن پوشیده ای؟ یعنی مایکه پوشیده ای؟ مثلا yes I am. Yes I am. Are your friends playing? Are your friends playing basketball? آیا دوستانی تو بسکتبال بازی دارن؟ No they aren't. No they are not. No they are not. نه اونها بازی ندارن. Are we looking at our books? آیا ما با کتاب هامون نگاه کرده هستیم؟ آیا ما با کتاب هامون نگاه کرده هستیم؟ Yes we are. Yes we are. Are your mom and dad working? Are your mom and dad working? آیا پدر و مادر تو کار کرده هستند؟ Yes they are. Yes they are. Are you listening? Are you listening to your teacher? آیا تو با سوی معلمت آموزگارت گوش انداخته استی؟ یعنی گوش کرده استی؟ خب yes we are. بله ما گوش کرده استیم. یعنی همه کسا گوش کرده استیم. خب اینجا چی گپ هست؟ 2 دقیقه دیگه وقت داریم. فکر میکنیم که به انجام نمیرسد این. خب بیاین اگر انجام رسید خوب است. Look, read and write. نگاه کن و بخون و بنویس. It's Saturday afternoon. امروز بگم که روز شنبه بعد از نصف روزی است. در رسم یکم Where are Zoe, Dave and Brain؟ یعنی Zoe, Dave, Brain در کجا هستند؟ میگه What are they doing? What are they doing؟ اونها چیکار کرده ایستاده‌اند؟ خب دوامش اینجا باید که توتی خیال کرده بگیم جوابش هم میرسونیم. خب در اینجا اینها رو نوشتن در کار. ما اگر اینها رو بنویسیم بگیم وقتی درس به انجام میرسد. بنابراین در همینجا درس امروز را اکتفا میبخشیم. از درس آینده از همین تمرینی رقم 3 آغاز میکنیم. چی گفتید؟ خب اینجا درسی چندم بودیم؟ امروز درسی 42 بوده. درسی 42. خب درسی آینده از اینجا آغاز میکنیم. درسی 43 میشود. خب نسخه بردارش نکرده فکرم. خب بعدا می نویسیمش. خب دوستان گرامی این بود درسی 42 از سلسله درس های از کتاب نیو گرامر تایم 1. سوال، پیشنهاد، نظر داشته باشین در زیر شرح نویسین و اگر یگان نفر اگر ویدیوها معقول شده باشن لطفاً همون لایک گذاشتن رو فراموش نکنین. اگر معقول نشده باشد پس دیزلایک. خب و کسانی که مهمون هستن لطفاً ابونه شدن رو فراموش نکنن. تا درس های نوبتی خدا نگهدار. See you next class.
Goodbye.